بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر صاحب از وقت شما بخیر. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین. ما در اینجا میخواهیم که یک تعداد تجربیاتی که از گذشته بوده، چون ما دو دور قبلی هم برنامه داشتیم و ارتباطاتی که همراه دکتر صاحب داشتیم و یک زده پاس کردن، ما میخوایم اون تجربیات اینجا برای شما شریک کنیم تا شما بتونین که از برنامه بهتر استفاده کنین، مخصوصا برنامه‌ای که داخل صنفای ما پیش میره، یا یک برنامه شخصی داشته باشین، بتونیم لااقل یک تجربه بقیه دکتر صاحب رو برای شما انتقال کنیم. یعنی ما بیشتر یک واسطه هستیم که میاییم امرای دکتر صاحب در یک دوره کار میکنیم، یا یک زید یا تخصص، بعد میاییم همو پیشنهاد اونا را یا یک همو نظریه اونا را، مخصوصا کسایی که با درجه بوده یا یک کتاب بوده، نظریه از اونا رو باز میاییم برای شما شریک میکنیم. یعنی یک چیزی شود که فرض کنین اونا میخواید تجربیات خود برای شما شریک کنه از طریق ما، یعنی به این شکل ما میخوایم که همون تجربیات شریک کنیم. یعنی چیزی از خودم نمیگم، بیشتر نظری کسایی است که اگزید پاس کردن. خب چیزی که ما شما فعلا داخل صنف اگزید خواندیم بخش پاراکلینیک است. بخش پاراکلینیک حدوداً 30% اگزید شامل میشه. تا این قسمت خواندیم، درسته؟ این آخرین بخش پاراکلینیک میشه. و از نگاه تعداد صفحات در نظر بگیریم، بخش پاراکلینیک حدوداً 15 صفحه میشه. یعنی ما شما 30% فعلا کاور کردیم. این حال یک موضوع در این قسمت در نظر بگیرین، در بخش پاراکلینیک این قسمت ما شما خلاص کردیم 30%. خب بیایم داخل تلگرام ببینیم. ما اینجا برای شما شریک کردیم، درسته؟ تمام کویزایی که بخش پاراکلینیک خواندیم، ولی یک قسمت که ما از بخش کویز برای شما بگم، یعنی نمیشه که ما بیاییم که ایتو پیش بینی کنیم که بخش بیسیک آناتومی بر فرض همون صفحاتی که مشخص میشه، یا بخش اساسات آناتومی که در این قسمت است از صفحه 1 تا 48 130 سوال که است، ایتو پیش بینی نمیشه که ما بگیم همین 130 سوال تمام همین 48 صفحه را کاور میکنه، و اگر شما همین 130 سوال را یاد بگیرین میتونین که همون 48 صفحه هم خوب یاد بگیرین. این یک اشتباه است. یعنی اگر فوکس زیاد روی سوالات شود، یعنی فوکس اصلی روی سوالات نشوه، به خاطر که ما شما در داخل همین برنامه اگزید که قراره پیش ببریم حدوداً 5000 سوال کار میکنیم، حدوداً یا بیشتر از هم کار میکنیم، ولی این یک مقیاس بسیار کوچک است نسبت به اینکه ما از رفرنس های اگزید میتونیم چقدر سوال بکشیم. فرض کنین رفرنس های اگزید مجموعاً اگر در نظر بگیریم کلینیک پاراکلینیک حدوداً 3800 صفحه میشن. همون خلاصه فصل هم که در نظر بگیرین، یا که همون مقدمه هم که در نظر بگیرین 3800 صفحه در نظر بگیرین. حالا از همین صفحه ما اگه بخوایم سوال بکشیم میتونیم براحتی 100,000 سوال بکشیم، چون میتونیم یک سوال اندک کلمه تغییر بدیم، یا یکی کلید در سوال بیاریم، سوال در کلید تو میکس کنیم، درسته؟ یعنی میتونیم حتی هم یک سوال تغییرات بیاریم روش و به شکل دیگه تبدیل کنیم. پس مهمترین نکته که ما از دکتر صاحب دفعه قبلی نظری خود شریک کرده گفته ای است که فوکس روی سوالات زیاد نشود، چون وقتی که در سوالات، یعنی کوچکترین مفهوم در یک سوال که تغییر بده او شما اشتباه میکنین، و عین او چیز هم نمیایه که ما بگیم که همون چیزی که ما طرح میکنیم اموزو خارج نمیایه. این تو چیز گفته نمیشه. هدف برنامه می است که شما کتاب بخوانین. بر فرض وقتی که ما برای شما مشخص میکنیم که مایکروبیولوژی جلد دوم بخوانین حدوداً 30 صفحه که از 30 و چند صفحه، شما این دقیق میخوانین، هر صفحاتی که از کتاب میبینین خوب سیر میخوانین، نیسیریا رو میخوانین، ویبریا رو میخوانین، تمام شب با خصوصیات و انزایمایش که کاتالاز پوزیتیو است یا نگاتیو است، شیپ است که چه شکل است، تظاهرات کلینیکی یا امراضی که با وجود میارم، شما رو کامل پیش خود میخوانین. یعنی داخل برنامه هدف ما است که ما شما کتاب مرور کنیم در قالب یک برنامه، یعنی بیشتر به شکل یک پلتفرم است که شما خودتان میرسین. درسته، لکچر هم است. اینجا برای شما لکچر هم داده میشه. فرض کنید صفحه برای شما توضیح داده میشه. ما اینجا بیایم تمام رفرنس ها صفحه به صفحه است.
ولی یک چیز در نظر بگیرید دکتر صاحب از که ما تو نمیتونیم که بیایم خیلی به شکل مفهومی مثلا سلفونامید در اینجا کی است ایره بیایم اما تو دانه به دانه برای شما توضیح بدیم از مکانیزمش گرفته تا ساید افکت و تا انتراکشنش قد سایر دواها و موارد استفادهش اینا رو ما نمیتونیم که مثلا کامل توضیح بدیم. اولا دیوریشنش بسیار بالا میره ویدیوها، بلکه ما باید همون صفحات بیاریم برای شما باز کنیم یک تعداد قسمت ها رو ساده سازی کنیم. این حالی بخش لکچرها که اگر ما بخوایم یک موضوع شریک کنم این است که کسایی که سطحتان بالاست، یعنی کسایی که از کتاب میتونین درک کنین مشکل ندارین، به نظر من که لکچر اصلا نبینین. چون فرض کنین چند صفحه است اینجا تقریبا 10 صفحه است، در 37 دقیقه توضیح داده شده نی. امی 10 صفحه را اگر شما پیش خود بخونین در 15 دقیقه یا یکی 20 دقیقه کامل یاد میگیرین. چون اینا چیزا صفحاتش حجم نیست، صفحات اگزیت نسبت به تخصص بسیار صفحات ساده و خوب است. حالا یک صفحه شما از گایتون ببینین یا یکی از اسنیل ببینین یا باز بیاین مقایسه کنون رو همراه رفرنس های اگزیت. یعنی رفرنس های اگزیت شما میتونین روزانه 50 صفحه 40 صفحه بسیار به راحتی مرور کنین و یه بحث مرور است. چون ما شما اونا رو خواندیم دفعه قبل، یعنی مفهوم ما شما در دوران پوانتون گرفتیم. حالا میایم یک مرور میکنیم که همون موضوعات دوباره یادآوری شه به ذهن ما، یک تعداد اعداد و یک تعداد تظاهرات کلینیکی خاص‌تر یا یک تعداد موارد استفاده دواها. یعنی بیشتر ما شما یادآوری میکنیم برای خود که ما ایرا دوباره یک جنبندی کنم مرور کنم تا بتونیم که سوالاتی که در اگزیت میایه اونا رو بتونیم حل کنم. پس لباس لکچر کسایی که اگر دفعه های قبل نتونستین متاسفانه کامیاب شین شما ببینین، یعنی ترجیحاً باید ببینین لکچرها را، برای شما خیلی خوب است. ولی کسایی که مثلا در پانتون خود خوب بودین، در درجه بودین، بالا بودین، شما فکرتون در لکچر اصلا درگیر نکنین، مستقیم کتاب بگیرین، همون صفحاتی که برای شما مشخص میشه بر فرض در این قسمت همون رو بخوانین خوب سه. بعد وقتی که میایین ساعت 9:40 دقیقه یا وقتی که کویز مینداختیم شما در واقع یک ارزیابی میکنین خودتونه که ما از همین موضوع چی یاد گرفتیم. یعنی بیشتر به این شکل نیست که من سوال یاد بگیرم، بلکه به این شکل است که شما ارزیابی میکنین خدا و در قالب یک برنامه باشین، یعنی منظم باشین. یک قسم میکنین. ما باز بعد از او مثلا ما قبلا یک بانک داشتیم، بانک اگزیت. این دور رو درست نکردیم به خاطر از گفتیم که فیدبک های دکتر صاحبایی بودن که بانک نمیتونه که خیلی کمک کننده باشه. اصل گپ باید صفحات کتاب باشه. مثلا همین سلفونامید اینجا که یک نیم صفحه دیده میشه دیجا، از همین اگه بخوایم سوال بکشیم 10 سوال به راحتی کشیده میشه که اندک تغییرات در قسمتش بیاریم. ولی اگر ما وقتی که در امتحان میگیریم باز یک تا سوال از این میکشیم. یعنی به این خاطر که شما از همین سلفونامید چی چیزا را یاد گرفتین. باز وقتی که شما مثلا کویز کار میکنین، این سوالاتی که اینجا برای شما میگذاریم، شما اول برین همون صفحه ایره باز همون کیوبانگ ایجاد میکنیم به خاطر اینکه کسایی که میخوایم مرور کنه بیتونه اول بره کتابش بخونه بعد بیا اینا رو کار کنه. شما اول برین همون صفحات بخونین. مثلا آناتومی صفحه 1 تا 48 همین کویزش است، درست؟ صفحه 1 تا 48 آناتومی. شما کتابتون میگیرین همزمان که بخش پارا کلینیک شروع میکنیم، شما کتابتون میگیرین صفحه 1 تا 48 میخوانین تا این قسمت، درسته؟ رفرنس هم میبینین، امیر برای خود چاپ کنین. بخی امیر رفرنس 6 صفحه است، برای خود چاپ کنین، ایره اینجا میخوانین تا همین قسمت هم. بعد ایره که خوب سه خواندین، بعد میین کویزایش هم کار میکنین ببینین که چی یاد گرفتین. مثلا از همین 130 سوال اگه بتونین 100 تایش خوب جواب بدین یعنی خیلی خوب خواندین. اگه بتونین که 120 تایش جواب بدین که بیخی عالی شده دیگه. 130 تایش که نمیتونین یک بار حل کنین ده یک بار خواندن. این وقتی که بخش پاراکلینیک ما شما خلاص شد دکتر صاحب عزیز، یک پیشنهاد ما ای است که وقتی که از روز شنبه بخیر بخش کلینیک شروع کردیم، بخش کلینیک یک تعداد بخشش بسیار آسان است. مثلا بخشای داخله بسیار آسان است. بخشای داخله در کل بخش داخله آسان است. حدوداً 30 سوال کاور میکنم از اگزیت بخش داخله عمومی، 30 و چند سال 34 سال تقریبا جراحی. بخش جراحی کمی مشکل است. ولی وقتی که شما بخش داخله را شروع میکنیم ما شما این قسمت که میخوانیم، باز همزمان با یکی بخش کلینیک میخوانیم
شما یک تعداد بخشای پاراکلینیک هم پیش خود مرور کنین، چون قبلا ما شما خواندیم تقریبا یک و نیم ماه قبل طی همون دوره. این حال شما باز وقتی که بخش کلینیک شروع کردیم باز رو مرور کنین، به خاطر که فراموش میشه. یعنی بیشتر رفرنس های اگزیت باید بیشتر مرور شود تا اینکه یک بار بشینیم خوب دقیق بخونیم. اگر ما بخوایم یک بار بیایم خوب دقیق بخونیم هم عدم کفایت است مایترال. همین از ما شما یک روز بخی وقت میگیره. اگر ما بخوایم دیگه که 6 صفحه است تقریبا یا 5 صفحه. اگر ما بخوایم میره خوب صحیح یاد بگیریم که عمومیاتش چی است، پاتوفیزیولوژیش چی است، اسبابش چی است، تظاهرات کلینیکیش چی است. یعنی فرض کنین اگر در کتابای داخله بخونین، کتابای اصلی تقریبا شاید 30-40 صفحه از رفرنس های اصلی باشه در داخل خارسونی بخشا. پس ما شما بیشتر یک مرور است، یک مروری که بتونیم که در امتحان اگزیت کامیاب شیم. و موضوع دیگه ای است که خب بخش بانک سوالات گفتیم که زیاد فوکس نکنین رویش، بلکه روی کتاب فوکس کنین. از او برای چه استفاده کنین؟ برای ارزیابی خودتان. بخش ویدیوها، کسایی که سطحتان بالاست ویدیوها را نبینین، کتاب از سعی بخونین. ولی کسایی که مثلا دفعه قبل کامیاب نشدین، ویدیوها را ببینین، خوب است. یک یادآوری میشه، یک ذهن نشین میشه، چون صفحه به صفحه کتاب است. خیلی خوب است، یعنی کمک کننده است. باز میایم در بخش تکرار. یعنی بیشتر باید تکرار را باید پیش خودتان کنین. وقتی که ما شما بخش کلینیک میخوانیم، شما بخش های پاراکلینیک هم کم و بیش بخوانین. یعنی توجه داشته باشین رویش، نه که تو بخی بیندازین یک طرف و او را هم کم و بیش بخوانین. روزانه 1 ساعت 2 ساعت هر چی که وقت دارین، نظر به اینکه خودتون چقدر وقت دارین میتونین تصمیم بگیرین. و یک بخش دیگر که من بسیار در نظر بگیرین، وقتی که روزانه برای شما 30 صفحه یا 40 صفحه مشخص میشه، 30 تا 40 صفحه در نظر بگیرین، یا حتی 50 صفحه. این به این خاطر است که ما بتونیم برنامه رو زودتر از اگزیت خلاص کنیم. یعنی تقریبا 20 روز پیش یا 1 ماه پیش بتونیم او را خلاص کنیم، تا یک دوره برای مرور و جمع‌بندی هم باشه. چون قبل از امتحان هم بتونین یک جمع کنین تمام موضوعات، یک مرور کنین، خیلی کمک کننده است. یعنی بسیار کمک کننده است، به خاطر که بتونین در درجه بیاین. اینا خب اینجا ما گاهی وقت که صفحات بیشتر میکنیم، دکتر صاحب اعتراض میکنه که این بسیار زیاد است، ما 40 صفحه خوانده نمیتونیم، یا 50 صفحه خوانده نمیتونیم، یا 35 صفحه خوانده نمیتونیم. این گپ شما درسته. شاید ما باز بیایم کمتر کنم. یعنی ما گپ شما رو میشنوم، به خاطر از اینکه میخوایم که برنامه خوب باشه و بتونین کاور کنین. ولی یک موضوع در نظر بگیرین که کسایی که اگزیت میگیره او تستکرایی که در بخش اگزیت است، اونا عذر شما را نمیپذیره. اصلا برش مهم نیست که تو بیکار هستی، تو میخوانی نمیخوانی، هر کاری که میکنی اصلا ربطی نداره با اونا. نه، میگم من این امتحان بر شما اینی تو سوال دیزاین میکنیم، تو ترتیب میکنیم. خوانده بیا کامیاب شو، اگر نخوانده دیگه او مشکل خودتان است دیگه. یعنی معذرت شما را کسایی که سوال طرح میکنه یا کسایی که اگزیت میگیره اونا نمیشنوه. پس شما وقتی که ما یک برنامه را تنظیم میکنیم، شما امور را پیش ببرین، خوب است. به خاطر که ما میخوایم امور یک رقم تنظیم کنیم که شما بتونین در اگزیت کامیاب شوین. پس این هم در نظر بگیرین که کسایی که سوالات اگزیت طرح میکنه اونا معذرت شما را قبول نمیکنه که شما بگین که ما مریض بودم، یا یکی وقت نداشتم، یا یک سر کار بودم، یا یکی بیسیم ضعیف بود. هیچ بهانه را قبول نمیکنه. نه، پارچه را پیش شما میمونه. شما باید امتحان بدین و نتیجه شون اعلان میشه. خب چیزی که در جریان روز تعیین میشه امور را بخوانین. اگر سوالات هم سخت بود داخل گروه، ما یگان دفعه میبینیم که دکتر صاحب اعتراض میکنه که سوال بسیار سخته، اصلا هیچ قسم است بیخی سخت است، یک سخت خوب نیست. خب بیشتر اینا به این خاطر است که شما همون جاهایی را که ما یگان بار میبینم، میگم شاید این قسمت ها را نخوانه یا همون تو رد کنه از پیش خود. باز میگم امیر در سوال بیارم که بعد از این همون رفرنس کامل بخوانم. هدف مو است. در حالی که در اینجا که شما در داخل گروه بیاین مثلا از 40 سوال 20 سوال حل کنین، نشاندهنده از این است که نخواندین. یک موضوع. یکی دیگه بودی منفی نداره دیگه. در اینجا اصلا تو مهم نیست که شما مثلا چندم میشین چندم نمیشین. از یک لحاظ مهم است که نشان میده که شما خوب خواندین. ولی هیچ وقت اوی کم میگیرین، اینجا زیاد مهم نیست. هدف در چی است؟ اگزیت است. فرض کنین که ما در اینجا بیایم، ما شما
امیر یک مسیر در نظر بگیرین سه ما که وقتی از اینجا بیاییم این اگزیت باشه سه این قسمت اگزیت باشه ما در این دوره میخوایم بخوانیم بخشا را بخوانیم یا کم بگیریم یا زیاد بگیریم یا کم بگیریم یا زیاد بگیریم هدف ما است که در اینجا خوب نمره بگیریم یعنی شما هدف شما اگزیت باشه خوب سه بخوانین رفرنس های جریان روزه بعد بیان امتحان بدین و دوره های گذشته هم تکرار کنین بخیر باشین دکتر صاحب عزیز و یک موضوع دیگر هم که در نظر بگیرین است که پیش خود ایتو بد و خوب جدا نکنین نه یکی از اشتباهی بیشتر خودم در دوران پانتونی بود که مثلا ما یک موضوع را که میخواندم یک کتاب که امتحانش بود یک تعداد موضوعات خودم انگامی که میخواندم گفتم شاید این نباشه نمیخواندم یاد نمیگرفتم مخصوصا اونایی کمی مشکل تر که بود باز اتفاقا سعی میکردم در امتحان از همون سوال آماده یعنی خوب است که کامل بخوانیم و تو بعد خوب جدا نکنیم